طبق عادت هر روزش سرهنگ ساندرس توی ایوون خونه‌شون نشسته بود و منتظر بود در حالی که داره روزنامه میخونه نوش براش چای بیاره. اما یه روز نوش چیز عجیبی ازش خواست. گفت بابا بزرگ میشه برام دوچرخه بخری؟ سرهنگ نوش رو خیلی دوست داشت. گفت آره. ولی بعد از اینکه نوش رفت فهمید یه پیرمرد بازنشسته است که بیشتر از ماهی $500 پول در نمیاره. یه روز تو یکی از همون روزنامه‌هایی که داشت میخوند یه جمله نوشته بود: توانایی‌هاتو بنویس. سرهنگ از اون روز شروع کرد به نوشتن چیزهایی که بلده. یه روز دیگه وقتی نوش اومد گفت بابا بزرگ داری چیکار میکنی؟ گفت دارم چیزایی که بلدمو مینویسم. نوش گفت حتما بنویس. اون پودر سوخاری که اضافه میکنی به مرغ مزه عجیب غریبی میده. راست میگفت. بابا بزرگ بلد بود خیلی مرغای خوشمزه‌ای درست بکنه. اونو نوشت و بابا بزرگ دیگه تصمیمش رو گرفته بود. رفت سراغ اولین رستورانی که در مورد پودر مرغش بهشون بگه. اولین رستوران رد کرد پیشنهادشون. دومین رستوران، سومین رستوران، چهارمین رستوران. 623 تا رستوران سرهنگ ساندرس رفت و از همه‌شون جواب نشنید و در 624مین رستوران درخواستش رو قبول کردن. امروز KFC 124 شعبه در سر تا سر دنیا داره و اگه کسی بخواد عکس سرهنگ ساندرس و اون پودر مرغ کنتاکی خوشمزه‌ش رو سردر مغازش بزنه باید $50,000 پول بده. اگه قرار باشه تلاشت همون دفعه اول نتیجه بده که دیگه اسمش تلاش نیست. تلاش کن، بهش باور داشته باش. روزی که فکرشو نمی‌کنی همه چیز میشه اونجوری که تو می‌خوای. اگه قرار باشه تلاشت همون دفعه اول نتیجه بده که دیگه اسمش تلاش نیست.